اسلامی میگن اخ، رمضان آمد میگن اخ، دیگه رمضان، نماز اخ. از وقتی که نماز و روزه و رمضان و علم و پاکی اخ شد و شراب و مواد مخدر و سیگار و قلیون و تنباکو و جهل و گمراهی و اختلاط و زن و مرد رقصیدن و چشمچرانی و معصیت خدا بحث شد، ما قیمتمون رو از دست دادیم. امروز چه چیزهایی در جامعه اسلامی بحث شده براش کف میزنن و چه ارزش‌های اخ شده. اخ، همه چیز منقلب شده. مقصر بزرگترها هستن. جوانی با اون همه غرورش، با اون همه دوستان مؤثرش که تأثیر میگذارن روش و چند ماهی که در گوشش میگن بابا اگه پول نداری ما پول ارکستر میدیم، بذار شاد باشیم، ما هزینه عروسیت میدیم. ولی این ملاها رو نیار تو عروسی که عروسی رو تبدیل به ماتم بکنن. گفت از آبا و اجدادمون در گله‌دار نقل میشد که میگفتن اگر دعای مستجاب میخواهید برید پیش تازه دامادی که تازه داماد شده، اونها مستجاب الدعا هستند. مصداق این کلام حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که میفرمایند خداوند اعلام کرده که بر من واجب 3 نفر رو نصرت بکنم، بر من واجبه که 3 تا از بندگانم را 100% نصرت بکنم. اولین این 3 نفر مجاهد فی سبیل اللهی که فقط برای نصرت دین من و رضای من اسلحه رو برداشته و حرکت کرده. بر من واجبه این مجاهدی که نه برای شهرت، نه برای غنیمت، نه برای پست و مقام، فقط برای رضای من و توسعه دین من از این حمایت میکنم. دوم، جوانی که به قصد حفظ عفت و پاکدامنیش اقدام به ازدواج بکند، اگر فقیرم باشد از فضل خودم اونو غنی میکنم. بی منت ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله، آیه قرآنه. کسی که خدا تعهد داده بر خودش واجب دونسته که نصرتش بکنه اگر قصد عفت داشته باشه، آیا دعاش مستجاب نمیشه؟ چه تعبیر زیبایی داشتن. دیگه در قدیم تو منطقه گله‌دار آبا و اجداد ما میگفتن اگر کسی مشکلی دارد برود پیش تازه دامادا و تازه عروسا تقاضای دعا بکند. امروز میشود پیش تازه داماد و تازه عروس رفت، داماد سکرانه، شب عروسی نماز نخونده، عروس نیمه عریانه، تا 1 هفته نماز برش حرام شده، خودش بر خودش حرام کرده. تو آرایشگاه که جای نماز خوندن نیست. شما دیدی که آرایشگری تو آرایشگاه به دختر مسلمان تو کشور اسلامی بگه دخترم وقت نمازته؟ سوال کردیم جریان چیه؟ میگه نه اون مراسم اسلامی به هم خورد قبول نکردن، الان داره جاز میزنه. تو مطمئنی؟ بله مطمئنم. از همونجا برگشتیم، بعد متوجه شدیم که مادر بزرگ قبول نکرده، گفته من میخوام دستمال بازی بکنم. جوان قبول کرده، مادر بزرگش گفته نه این پسر آخریمه تو دلم میمونه، همه دستمال بازی کردم، این یکی رو دیگه تبعیض نباید قائل شد. چه مادر بزرگ پوسکلوفتی داره این آقا.
واقعا چه مادر بزرگ پوست کلوفتی داره که پوستش تحمل سوختن رو در جهنم داره؟ و خداوند میفرمایند کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. امروزه طب ثابت کرده که اعصاب انسان تو پوست انسانه. خداوند میفرمایند هرگاه که جلدهاشون و پوستهاشون در نتیجه شکنجه و آتش جهنم پوسیده شد، ما فقط جلدشون رو عوض میکنیم تا دوباره عذاب رو بچشن. خیلی مردا بعد از 3 سال 4 سال ازدواج بچه دار نشدن، محبتشون نسبت به معشوقشون که همسرشونه با عشق با هم ازدواج کردن کمرنگ شده، دیگه حوصله همدیگر نداشتن به هم نگاه بکنن. یه لقمه شام به زور با هم میخوردن، اون میرفت تو یه گوشه مینشست، اون تو یه گوشه، به هم پشت میکردن چون بچه‌ای وسط نبود. بعد از 4-5 سال خدا بچه داد. رابطه پدر و مادرم خیلی شیرین شد به خاطر بچه با هم دیگر. این فرزندی که دوستی و عشق پدر و مادر رو دوباره به هم برگردوند، نباید پدر و مادر بهش توجه بکنن. خیلی ها از هم بچه دار نشدن، طلاق گرفتن. خیلی هم بچه دار شدن، بچه رو تو کوچه رها کردن. یه شب از مسیری رد می شدم، گذرم به روستای افتاد، گفتیم یه توقفی بکنیم، سلام علیکی بکنیم. دوستی رفقایی داشتیم اونجا. حدوداً ساعت 11 شب بود. دیدم که صاحب خانه خیلی پریشانن، زن و مرد، دختر و پسر، همه پریشانن. بزرگترا یکی میگفت چراغ فانوس هست، یکی میگفت لیت هست، زبان همون خود قدیمیشون لیت هست، یکی میگفت نمیدونم چراغ قوه بیار، یکی نمیدونم چراغ فلان بیار. گفتم جریان چیه؟ خیلی به هم ریختی. گفت معذرت میخوام، گفت گله از صحرا آمده، 2-3 تا بز ما نیامده. گفت گله از صحرا آمده، حالا ساعت 11 شبه، 2-3 تا بز مال ما نیامده. میترسیم که گرگش بخوره، سگ تو بیابون هست، حالا دنبال چراغ قوه و لیتو نمیدونم فلان فانوس میگردیم. همه بسیج شدن که برن صحرا بزو بر بگردونن. ولی ساعت 12 شب محمد 15 سالش خونه نیست، کسی سوال نمیکنه پس محمد کجاست؟ فاطمه کجاست؟ ساعت 11 شب حالا چه جوان جلو آینه میسه، عروسیه. باور بکنید تا 30 سال پیش نماز عشا بین مغرب و عشا شام میخوردن، نماز عشا خونده بودن، بعد از نماز همه تو بستر خوابیده بودن. بچه 15-16 ساله 17 ساله الان ساعت 11 شب رو تازه آماده میشه که بره بیرون. عروسی از ساعت 12 شروع میشه، ساعت 4 صبح گرم میشه. اذان صبح میگه دست از آوازخوانی نمیکشن، اذان صبح براشون تلخ میشه. بارها بوده که شکایت مؤذن کردن، تهدید کردن مؤذن مسجد و امام که این سر این بلنگو رو بچرخون. این صداش وقتی اذان صبح میگه بچه ما از خواب تو خوره مریض داریم، بچه ما نمیدونم پریشان میشه. ولی کنار همون مسجد باند مونتاربو همینجور یک سره میزنن، نه بچهش تو خواب میپره نه مریضش، بلکه میگه موسیقی غذای روحه، آرام میگیره، بچه لالایی میکنه میخوابه، حتما مادرش هم میرقصه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. چی من شده؟ چه آفاتی، چه میکروبی، چه انگلی
وارد زندگیمون شده. چقدر شما الان مطمئنی بچه‌تم نشسته اینجا؟